به ادامه فعالیت کودکستان‌ها از جانب وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان رسما اجازت شد. آغاز تحصیل در مؤسسه‌های تا مکتبی، مکتب‌های تحصیلات همگانی و عالی کشور از 17 اوگوست صورت می‌گیرد. در این باره امروز سنه 14 اوگوست هنگام گذراندن مشورت اوگوستی کارمندان ساحه معارف عاصم کریمزاده رسما اطلاع داد. تحصیل هنگام پاندمی کرونا ویروس در تمام مؤسسه‌های ساحه معارف به طور رعایت قاعده‌های سانیتری و گیگیینی و اپیدمیولوژی گذرانده خواهد شد. دوام 7 سال در مقیاس ولایت تأسیس 280 مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی و 135 مؤسسه‌های تحصیلاتی میانی عمومی غیر دولتی پیش بینی گردیدند. در دوام 7 سال اخیر شماره مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی 73 عدد افزوده به 273 برابر گردید. تعداد کودکان از 27,000 به 44,000 نفر رسیده است که 1.6 مرتبه زیاد می‌باشد. از روی تحلیل ریاست معارف ولایتی سوخت حالا در این منطقه 273 مؤسسه‌های تا مکتبی برای قبول کودکان آماده است. شماره عمومی فراگیری کودکان با مؤسسه‌های تا مکتبی 44,567 نفر را تشکیل می‌دهد که این نسبت به همین دوره سال سپری گشته زیاد است، اما فراگیری کودکان همگی 15% را تشکیل می‌دهد که این نشاندهی پسترین در سطح جمهوری محسوب می‌شود. امروز در ولایت 273 مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی از جمله 223 مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی تابع شعبه معارف شهر و ناحیه‌ها، 13 مؤسسه‌های تحصیلاتی تابع تشکیلات و کارخانه‌ها و 57 مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی خصوصی فعالیت نموده 44,567 نفر کودکان را به تربیت فرا گرفتند. نسبت به سال گذشته شماره مؤسسه‌های تا مکتبی در شهر و ناحیه‌های ولایت 12 عدد و تعداد کودکان 2285 نفر افزوده است. فراگیری کودکان با مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی در شهر و ناحیه‌های کوهستانی مسجد 3%، عینی 4.1%، استراوشان 4.9%، شهرستان 5.3%، پنجکین 9.7% را تشکیل می‌دهد. یعنی شماره زیادی کودکان این شهر و ناحیه‌ها و کودکستان‌ها جلب نشده از مشغولیت و تعلیم و تربیت مؤسسه‌های تا مکتبی دور ماندند. جای اول را با نشاندهی پسترین شهر پنجکین می‌گیرد. در این شهر نزدیک 10% کودکان از کودکستان‌ها دور ماندند. گذشته از این در شهر و ناحیه‌های بالا ذکر شده کودکستان‌های خصوصی تماماً موجود نیست. فراگیری کودکان تنها در مؤسسه‌های تا مکتبی دولتی به راه مانده شده است. در شهر و ناحیه‌های عینی، کوهستانی مچا، شهرستان و استقلال تا حال مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی خصوصی تشکیل کرده نشده است. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و ناحیه‌های ذکر گردیده را ضرور است که آید به ساختمان مؤسسه‌های تا مکتبی علل خصوص مؤسسه‌های تا مکتبی خصوصی چاره‌جویی نمایند. علاوه بر این مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و ناحیه‌ها در اساس بند 85 نقشه چاره‌بینی‌های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 26 دکبر سال 2019 که با امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 17 ینور تصویب گردیده است، سالهای 2020-2030 در هر یک دهه‌ای که از سطح خارجی زیاد دارند بنیاد نمودن یک مؤسسه تا مکتبی، یک تالار ورزشی و یک میدانچه ورزشی را به نقشه گیرند. لیکن تا امروز شهر و ناحیه‌های عینی، بوستان، ظفرآباد، استقلال، استراوشان، کوهستانی مشچا، سپیدامین، شهرستان و جبار رسولov نقشه‌های خود را به مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت پیشنهاد نکردند. دلاور قادرزاده معاون وزیر وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان در مشورت اوگوستی آموزگاران ولایتی سوخت اشتراک داشت. از وضع پست بودن فراگیری کودکان با مؤسسه‌های تا مکتبی اظهار نگرانی نمود و افزود که ولایتی سوخت نباید در این سمت از دیگر منطقه‌های کشور قفا ماند، زیرا برای با معرفت تربیت یافتن نسل نورس سهم کودکستان‌ها با سزا میباشد. اما نشاندهی معارف ولایتی سوخت باعث نگرانی و تشویش وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان گردیده است. پیش از آن می‌دانیم که برای زمینه تحصیلات پیش از آن رشد کودکان یکی از زمینه‌های اساسی بخشی حساب می‌رود و در این قسمت مورد ذکر است که در سال‌های اخیر شهر و ناحیه ولایت رشد ساله را خیلی بهتر نمودند. این حال در حدود ولایت 273 مؤسسه تحصیلاتی کمک کرده
با فراگیری 44607 نفر کودک فعالیت دارند. فقط از این 757 مرکزهای رشد کودک با فراگیری 16282 نفر که کودکان تا 6 سال در بر میگیرند فعالیت می‌نمایند. تعداد مؤسسه‌های تحصیل تا مکتبی و جلب فراگیری کودکان سنی تا مکتبی در ولایت نسبتاً خوب باشد هم، اما مسئولین شهر نوعی شهرستان، کوهستان مشهور، استقلال، عینی، ظفرآباد و دیوشتی را ضرور است که با مقصد جلب بیشتر کودکان به تحصیلات تا مکتبی توجه بیشتر ظاهر نمایند. در مشورت августи آموزگاران ساحه معارفی ولایت سوق معاون رئیس ولایت سوق زینور عظیمی اشتراک نمود. هدف چاره‌بینی نتیجه گیری فعالیت سال خوانشی گذشته و تهیه نقشه سال خوانشی نو ارزیابی کرده شد. معاون رئیس ولایت سوق زینور عظیمی تبریکات رئیس ولایت رجبای احمدزاده را به مناسبت تحصیل سال خوانشی نو به سمع حاضرین رساند. در سال تحصیلی سپری شده فعالیت مؤسسه‌های تعلیمی ولایت در سمت تطبیق برنامه‌های دولتی، بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم، در راهی وطندوستی و احترام ارزش‌های ملی، تربیت نمودن جوانان و نورسان خیلی نظررس بود. داخل شهری ختم کنندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و مؤسسه‌های تحصیلات عالی و خارج کشور و تعلیم و تربیت مخصوص فرا گرفتن خوانندگان بالایاقت، رشد مؤسسه‌های تا مکتبی، مؤسسه‌های تعلیمی نمود نو از جمله مؤسسه‌های تعلیمی غیر دولتی، تامین تعلیمگاه‌ها با تجهیزات معاصر، کتاب‌های درسی، اشتراک و غالبیت استادان، آموزگاران و مربیان و دانشجویان خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی ولایت در آزمون‌های کسبی و فنی و قدرشناسی آنها نتیجه زحمت دلاورانه معارفچیان ولایت محسوب می‌گردد. همچنین در این روز بیش از 20 نفر خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلاتی همگانی که در آزمون و المپیادهای جمهوریوی و هم بین‌المللی اشتراک نموده غالبیت را به دست آورده بودند با تحفه مقامات اجرایی حکومتی دولتی ولایت سوق قدردانی گردیدند. این تحفه‌های پولی بوده برای جای اول 10,000 سومانی، جای دوم 7,000 سومانی و برای جای سوم 3,000 سومانی را تشکیل داد. سال گذشته من در المپیاد بین‌المللی که در شهر ترکیه گذاشته شده بود اشتراک کرده بودم و از آنجا جای یکم را مبارز کرده بودم. یکی باشد از فن شیمی و یکی دیگر از فن زبان روسی را اشغال کرده بودم. در المپیاد خوانندگان از یک چند دولت اشتراک کردند. اینها بودند آذربایجان، خود هم ترکیه، روسیه، دبی و دیگر دولتان می باشند و از دولت ما نیز یک دو سه ولایت من هر یک ولایت از دولت ما اشتراک کرده بودند. سال جاری در یک چند المپیادها اشتراک کرده، از آن جمله در المپیاد جمهوریوی از فن تکنولوژی اطلاعاتی سزاوار جای یکم گشتم و در المپیاد 11 اوراسیایی از فن اینفرماتیک که در شهر الماتای جمهوری قزاقستان برگزار گردید همراه دو نفر همسنفانم عمر محمد ایوبجان و عبدالشریف عبدالرفیق سزاوار جای یکم گشتیم. از آن جمله در المپیاد کشاتی عمومی روسیه دستوی نیز سزاوار جای سوم شدیم. باز در یک چند المپیادها از فن متماتیک اشتراک کرده سزاوار جایهای نمایان گشتم. سال تحصیلی 2019-2020 برای من همچون آموزگار و اینچنین برای خوانندگان لیسه‌ای سالی پر از موفقیت بود، زیرا 68 نفر خوانندگان لیسه‌ای در المپیادهای شهری و ولایتی، 7 نفر جمهوریوی و بین‌المللی اشتراک کرده صاحب جایهای نمایان گشتند و خوانندگان صنفی 11 در المپیاد بین‌المللی از فن تکنولوژی اطلاعاتی که در شهر الماتای جمهوری قزاقستان گذرانیده شد اشتراک کرده بین 256 دسته صاحب جای اول گشتند. سطح جنایتکاری بین خوانندگان ولایت روی به افزایش نهاده است. حادثه دست به خودکشی زدن طالب علمان در ولایت سوق جای دارد. اوید به این و مسئله‌های دیگری مشورت августи آموزگاران معارفی ولایت سوق در بخش‌های من بعده برنامه اطلاع داده می شود. گزارش مفنوشکور و نعیم جان ایوب برای برنامه اطلاعاتی خبر.